سلام بچه ها، خوبید؟ امروز برق شرکت رفت. پیش خودم گفتم بهترین موقعیت یه لونه بتونم براش درست کنم. حالا با همین وسایل آشغالا که اینجا بود دیگه واقعیتش چیزی نیست اینجا بخوام از این بهتر براش درست کنم. موشی چطوری؟ جان این یکی دو روزه اینجا خیلی سرده واقعیتش. من دیروز اومدم دیدم دارم میلرزن. کار خدا بود انگار. امروز برق بره کسی اینجا نباشه منم بتونم این لونه رو براش درست کنم. حالا باز ببینم جایی چیزی هست، موکتی چیزی براش، مشمع چیزی براش بیارم بهترش کنم یه ذره. حالا باز از هیچی بهتره جلو بادو بگیره. موشی غذاتم خوردی؟ این موشی ما تفلک 2 تا توله داشته، یه دونش رفته زیر خودش خفه شده، این یه دونه مونده. جان فعلا